بله. زباله احکام. وارد میشویم به برنامه زباله احکام بدون ویزا. بله. بسم شیطان لعین. سلام علیکم و رحمت الله و بله. وقتتون بخیر. قربان پول نزول. از همه شما بینندگان خوب برنامه متشکریم و از کسانی که برای ما نامه فرستادن یا تماس تلفنی داشتن و سوالی مطرح کردن، از اونا هم تشکر ویژه داریم و پوزش میطلبیم از کسانی که جواب سوالشون تأخیر شده است، چون اوضاع ما الان قمر در عقربه و وضعیت نظام در هم و برهم و بسیجی ها برای عظما عریضه می نویسن و درخواستایی دارن که ما نمیتونیم برآورده کنیم و از اونا هم پوزش میطلبیم. و اما از سوالهای مکتوب که از طریق پیامک یا ایمیل به دست ما رسیده و اینجا یادداشت شده است، چند نفر که این ممجواد زخیم رو حین چت کردن و کار فیسبوکی دیدن برای ما پیامک نوشتن که اصلا راجع پیامک هم هست. حکم پیامک زدن به نامحرم چگونه است؟ حالا ما هم یه سوالی داریم، برای چی پیامک میزنن به نامحرم؟ اگر قصد غرضی ندارن، پیامک صرفاً یه پیامکی است که یا علمیه یا مثلا تبریک و تسلیتی است که به یه مناسبتی هست ولی چیزی هم تو فکر طرف نیست. مثلا حالا اول سال هست، فرضاً برای دور اول مذاکرات بهش تبریک گفته، خود در این حد میدوندم به دنبال این مسئله دیگه ای نیست، اشکالی نداره. یا یه سوالی پرسیده است. بسیار موارد هم هست که از ما هم سوال شرعی میپرسن از طریق پیامک. مثلا زهر رو باید با مزه خورد یا خالی خالی هم میشه رفت بالا، گرچه بعضیاش ما فرصت نمیکنیم جواب بدیم ها. یا ممکنه که از شخص دیگری مثلا یه سوالی میپرسه. بنابراین پیامک اگر ناظر بر سیاست‌های مقام عظما باشه بله، مشکل نداره، خوبم هست، اما نباید دست نامحرما بیفته. گاهی وقتا هم نامحرم ها از بستگان هستن، مثل شوهر خواهرشه، حالا یه تبریکی هم گفته به یه مناسبتی، یا یک ژنو یک مسافرتی رفته برگشته، بله برای او دعا کرده است، امثال اینها. اگر به این نحو باشد که مطالب حرامی نباشد، یک، دو، قصد بدی هم طرف نداشته باشد، مطلب تحریک‌آمیز هم نباشد. یه وقت هست یکی مثل ای ابوطالبی پیامک میزنه که ویزا میخوام، درسته؟ خب این درسته، مطلب بدی نیست، حرام نیست، ولی این ممکنه تحریک‌آمیز باشه و بحران بشه. بله، از این جهت اشکال داره و فردا تو مجلس رساییه و بله گاز از پاچه دولت. میگن دیگه زیاد همش نزنیم. خداوند انشالله که به همه سلامتی و طول عمر بدهد و اول مرگ ما سعادت شما باشه انشالله که خلاص شیم هم از این وضعیت و بله.